وجه القصة شما واجه نیمشی امیر ارسلان واجه گوشتی امیر ارسلان پاپاشا او اداد شروع کنی نه او تا ملکه گو کنیزان چه دروازه دیگه داخل شهر ببید در حرم پوتشاب به دست ماتی بده وقتی هنو چه گرد راه نرستگه تازیانه سیم خاموش بر کپل مرکبی آشنا خود به میدان دارد همچین دوری میدان توکا و تسپا ترد که به جای آرد که احسن در دل و دوست دشمن وشید چسبید چا نیمگاه جلوی کت اوشتاد نری جد ای پاپاشا کشنده پسر تو امیر هوشنگ منو که جان پادشاه چی لوٹه اگر مردی هستین دیم بده به میدان تا سر و پای گونتو بگردون یکی چه امیران که سک رشیدت دوستت و کویه برابر پاپاشای تعظیم که اجازه گپ به میدان دارد سر را با امیر ارسلان گپتی جوانی دیدتی که شی با خلقت آدمیزاد تانو چه نظیر به دنیا نیارده وچی ای خیر سر تو که پادشاه گون چه دوستی ها به امداد آیگات که امیر ارسلان بس که حرامزاد ترا چهت آکه به میدان نر شیران قدم بله منو ملک ارسلان بن ملک شاه رومی و کشنده دیوان و جادوگران برهم زننده خاک پریزاد و کشنده امیر هوشنگ داماد پادشاه در این مدت در خاک پریزاد بیتگم و الا خاک در کاسه سر پاپاشام کتگا و آیه چهد آکه لشکر و پادشاه بکشی هنی اتکن سزای بایی کپ دست کلم امیر گو حرامزاده تو شاهزاده میں امیر هوشنگ کشته ببیتتی ماتا و تی پرسا بنندنو دستیوشی به زحمه آبدارین برد حواله تارکه وجه سر امیر ارسلانی کد امیر ارسلان اوشی دست به زحم زمرندگار رسی همه طورا که دست آیه چست به هوایا هنچین زحم چیر بغل جتی که سر و دستی وقت زحم به هوای اوشی چست بی 10 قدم دورتر کپ مرد دیگه طلبی کو دیگر یاد پرست ندا آیی هنچو با کمر ایجاد بدونی میکو یک دیگه یاد همه وڑا وجه اوشی 4 پاره ای کد همه پما یک دیگه کشتی حل کسته اوشیدن زور 20 تن وجه چه شجاعان تومه زم آبداری کتن صدای آپرین جدل پادشاه درد و سپاه هم موشی صدا به چرخ برین رسند چه نواده پاپاشا درد وطی په میدان درد سر راه با امیر ارسلانی گپ چمی با ابتا جمال امیر ارسلان کپ پشتی لرزد فریادی برا جوان ای مادر به خطا تو که 20 امیر دلیره منی یت طور پتول اینی تو که تو یه لحظه تو که کشت ببکتی ماتا باتی پرسا وش برندینو بیا امیر ارسلان اوگا بیا که من ترا لوٹوں منو امیر گیتی ستان امیر ارسلان بن ملک شاه زامات پادشاه و کشنده امیر هوشنگ چه نواد پاپاشا وش درد گوشتی مادر بکتا توی که پرزند نوجوان منی کشته کجا بیتگه بیا که من ترا لوٹوں برق تیگ ظلمت وش گلا پا کشتی برابر امیر ارسلان حمله ای کد که بگرچه دست من امیر ارسلان اسپر بسرا کشت و پاپاشاه همچه سر میدان هاهو کنانو عربده جنانو چیک چاک کنانو و ترا تیگی چسکده که بسر مردانه امیر ارسلان نامداری بجا که شیر بیشه شجاعت سپر شبه موره پشت و تی منزلی داد پنجه پلنگ آسا مردانه وشی دراجی کو چه میان زمین و آسمان بند دست پاپاشای گپتی یک کمو که
زوردهگا 5 انگشت چو مثل 5 خیار وجه وانگر راست اوشتا زم پاپاشای وتی جنده چه 5 انگشت خون و پوست و گوشت دنه کشه با هما گرمی آی وتی زم آی وتی سری جد وقت مرکبه 4 ٹکری کو صدای احسان چه دل پاپاشا و امیران چست بی چه طرز زهم جنگا و جنگ کنگا امیر ارسلان حس کو که امیر ارسلان بود تماما زهم به دسته تمام به سپاه پاپاشا یا پاری حمله کو پوتشای گوش جماعت پرچه اوشتاد دیگه دو سپاه وجه کینا خار گوشی وجه کینا جو جا به جا درد کن دو سپاه به قلب همدیگه جته امیر ارسلان به هر نیمگا وجه دیم کت کشته و پشته ساخت اردی کو ده اصورا سپاه پاپاشا تا مقامتی نیارد دیمی پا تچگا داد امیر ارسلان تا یک پرسک وجه دنبای رفتن بعد ترتن لشکر پوترشاه در اردو پاپاشا رد کن مال و غنیمت بازین به دسته آورد وجه به دسته آورد فصل 22 مواجه چهار طرفا پوترشاه و تمام امیران به خدمت امیر ارسلان رفتن وقتی که چم امیر ارسلان پوترشاه که چه اسبا ایر که پوترشاه هم چه اسبا پیاده بید امیر ارسلان چو جان شیرین در بری کشید و جبین مردانگی چوب کرد امیر ارسلان عرض کو قربانم و درگاه دیگه من مقصن و هرچی درباره بند بفرمایه حاضرم پوترشاه گو پردن تو چه جان من عزیزتره حق حیات برگردن من هسته که فرزندم چه چنگ دیوان نجات داته آیی کنیزین تی من هم در قیامتی غلامم و دست امیر ارسلانی گفت بارگاه رفت و برزه تخته گا سلطنه گا کر دست وتی ننده امیران هم جا بجای وقت کرسیانی سرا زرینه طلاینا وجه آرام گفتن پوترشاه اول شمس وزیر جست کو امیر ارسلان کو قربان با همه شمس وزیر ملکه به شهرها برد تا در حرما به دست بانوی بسپاری پوترشاه به چند نفر چه امیران گوشت پادای بروی در شهرها منادی ندا کنید تا تمام اهل شهر به استقبال بیاین نکارا خانه شادی به نوازش در بیه مرکبه هم میگم بیاری به شهرها روی وجه رفتن وجه اسب آرتن تو که شهرها کلا بروان که آماده باش بکنن امیر ارسلان پاده به شهرها رفتن آچه که به استقبال واسه لازم بیتگه پراهم کد منادی در شهرها ندا ایجاد یا ایوه الناس بزانی که امیر ارسلان بن ملکشاه رومی ملکه آپاک پاروک لکا چه دست بند دیوان و جادوگران نجات داده مرچی هم وارد شهر بگیم حکم پوتشاه بیته هستین که تمام اهل شهر جنین و مردین به استقبال بیاین وقتی که مردم شهر این ندا اشکو تمام چه نجات دهگا ملکه خوشنود بیتن جنین و مردین پیر و ورنا جاهل و دانا فقیر و غنی به استقبالات کن نکارا و ساز و تبل و دهل و علم و سرنا هر نیمگا مرکبان هر نیمگا وجه حاضر مرکبان یهان لگام سر تک باز زینا تلاهین حاضر کتا امیر ارسلان چه بارگاه گم پوترشاه و امیران شرابی نوشد اهل شهر در تایه استقبال بیتن استقبال واسطه سنبینگا لگتن شهر وجه آماده باشه چهار طرفا شمس وزیر با شکوه پراوان ملکه گو کنیزان نیچه مملکت پریزاد و شهر لالی آورتا بیتکتن در بلاکر گاڑی زرنگاری نندین در چه دروازه که خلوت بیتگا داخل شهر بیتن این خبر در حرم به گوش بانو و جنینا حرم و کنیزان ملکه رسه که شمس وزیر ملکه صحیح و سالم آورتا تمام چه خوشحالی گنوک بیتن بانو چه خوشا رفت وقتی به خوشات خواجه یاکوتا با خواجه سرایان ای دیگران به استقبال دیم دا وقت
لباس سیاهی چوتی بدن در آرتن و کسر ملکه گوشی آب و جارو کت و شش تمیز و کنیزان تمام شاد و خوشحال لباس شوکین گوده گرا کو چه طرف خواجه یاکوت خواجه سرایان هر یکی به ملکه واسطه رستن. خواجه یاکوت و تارا چه اسباب چیرا دوری داد و اما گاڑی که وطمن آسمان دنبا بسته ملکه سوار همای چوکتی ملکه چگندگا خواجه یاکوت باز خوشحال بید و بایی و دیگرانی مهربانی کد تا در حرم رفتن. خواجه یاکوت ملکه قیاده کد بانو و جنینا حرم و کنیزان دیما دروازه منتظر بیتتم. ملکه که وارد بید بانو بعد 4 سال چمی به جمال فرزنده کبت به اختیار تدک. ملکی همچو جان شیرین من بگلا گفت و هر دوی بیهوش بیتن وجه کنیزان و ادگه جنینا هر دوینا به هوشا آورد. بانو صورت ملکه چوکت پرولکه هم دست بانو چوکت تمام با هم دیگه با امارتا رفتن. ملکه گو تمام آل حرم مهربانی کو دیم درستانی چوکه و پرنگی وجه لالا بطان پرنگی وشی وجه بزم آراش کو سنبهند و ما دیگه مشهور بیتن مطربان نکمه داودی وجه آواز چسکو بانو هم ایدگه جنینان چه دیدار ملکه شادمان بیتن. ملکه ماجرا وتی چه اول تا آخر بوتی مات واسطه بیان کو بانو چه صدمایی که ملکه دیده بیتکتن گریتی. بعد چای شکر خدای بجا آرد. خواجه یاکوتی طلبت بایی گوشتی برو در سر میدان چیک بکشی تا من هم بیام جمال امیر ارسلان بگندم. خواجه یاکوت عرض کو به چما چشم در نرفت و فرمایت در سر میدان تمام راه کوچه تمام آب و جاروه کتن پرش حریرین پس کتن و همه پیما چیه که وشی کشتن که بانو و ملکه دیگه جنینا کنیزان پشت چیه که رفتن چه طرف امیرانی که به استقبال واسه رفته تمام تدارک و لازم حاضر کتگه و بندبست کته شهر سنبین تگه به خدمت پادشاه رستن عرض کو قربان به مرکب حاضرن. امیر ارسلان پادشاه چه جاگه پادت کن چه بارگاه در نر ات کن سوار مرکبان بیتن تمام گو سپاه و امیران سوار بیتن. امیر ارسلان گو پادشاه شانه به شانه به چیر علم رفتن. وقت نزدیک روچ روگ وارد شهر بیتن تمام چراگان شهرگان روشن کتن. جنین و مردین خرد و مزن و تمام کوچهان برزا لوگان یا به تماشای اتکه بیتن شیشگان عطری و طبقان گل نثار سر امیر ارسلان کتن. چه بازن تماشاچی راه عبور بر راه گذرانش بسته بیتگه. پادشاه گو امیر ارسلان صحبت خبر کنان که پیدا کتن به دهنه میدان رستن. بانو و دیگران سر میدان منصر بیتگتن که صدای کوس و کرنا چست بید. سواران اتکن پشت سر آهان علم اجدیا پیکر دید که چند بانو و جنینان حرم به سایه علم که دست پادشاه به یافته و جمال و خوشگین بچکیه زرنگین 4 شانه 22 ساله نوجوان یک کپ تا 9 پلک آسمان وشی سایه به زمینه دور داده گرد و ماته وش در زمانه چشم بچه چوک گوشی با دنیا با وجود نیارده. دنیا چم گندوک روزگار شبیه و نظیر آیه وشی ندیده چه قد و ترکیب جوانی و برومندی و طاقت و صورت اندام همچو رستم دستان و سام نریماش کردی کشتگه سینه پراگ بازو کوی گردن کشتگتی کمر بارگین
صورتی چون مثل یاقوت رمانی وشی، لب چون لال بدخشانی وجه کدی چو سرو، هر دوی چمی چو دو نرگس شهلا وجه همه پیما وشی آبروی چو کمان رستم. همه پیما وجهش یه باز تعریف نوشته وجه چی کتی بالاخره با اطراف سر وش زلف کوپک سر رهتے کلاهی هم به یک طرفا تاجی یک طرفا سر یر کته، به زینه مرکب سر تا پادگر 114 پارچه اسلحه رزمه. گوشتی که گفتی طلوع کرد در آن فضای تنگ، یک چرخ مشتری یک آسمان کمر. مویش به تیرگی آشوب زنگبار، رویش به روشنی آذرم کاشفر. وجه ما تیم چه باید بتا با اونو که 16 دیگه شده. وجه کده یک بهشت سرو رخ یک سپر ماه، این ماه سرو چرخ آن سرو ماه بر لب یک بدخش لال، خط یک تتار مشک لالی گهرافشان مشکی، کمر سیر رخسار و زلف او جبرئیل و آهرمن، گفتار لال او یاقوت و نشکر، چشمش که نگه گویی که بسته است در هر سر، مژده 100 جعبه نشتر. مطبوع و دل ربا از فرق تا قدم، منظور و دل نشین از پای تا به سر. چند بانو ویدیگ جنینا چپ نورا خوشگیری امیر ارسلان وشی چپ بیده، تمام چه مات و حیران بیده، هرچه گیشتر چارت مالتر بیده. گرچه الحق امیر آشنگ لیاقت نوکری امیر ارسلانی هم نیسته. ز پای تا به سر هر کجا نظر کنی، گمان بری که در آنجا نزول کرده جمال. بانو شکر خدا بجارد پادشاه و امیر ارسلان اتکن تا به دهنه بارگاه رستند. دست ایرکو وجه اسب گردن وشی ایر کپتن پادشاه دست امیر ارسلان گفت تخت سری برد تو کر دست وتی نندین. امیران تمام هر یک به جای وقت آرام گرفتند. شمس وزیر هم پایین بارگاه برابر تخت پادشاه دست به سینه اوشتاد. پادشاه منظور آیه زانت در ساعت خلعت زرنگاری به کلمدان مرسه آورتی به شمس وزیر داد. شمس وزیر خلعت پوشید و کلمدان به کمر جت و به مسند وزارت نشست. به امیر ارسلان بزم شاهانه سنبهینتی و ساکیان بچکه مارویم پرنگین در میدهگاه مطربان به نوازگاه ساز و آواز که آنی ساز و آواز پلک شعبد بازی و وجه آسمان رسته. چو وقت سر وجه حریفان چه باد نامک گرم که بید پادشاه دیم گو امیر ارسلان کت. گوشتی پرزن دن و لوٹی سرگذشت که وطیگا چه ابتدا و آچه هنری که در این مدت در سرپنجه تا پچکتا مشکل حل کتا بیان بکن تا آرزو چه دل من در نامرو امیر ارسلان عرض قربان بمان. چه عرضی ملامتان که بر من رفت سختیان که پیش آد، گرچه هر نوبتی پس که بگشان داستانی هستی. جام شرابی نوشتی گوشتی عزیزانی که در سر هوش دارن، یک ساعت به خبر گوش بدارن. وجه چه اول داستان در وقتی که دروازه مصر در نات کو روم گفت و پرنگ رفت کاوخانه خدمت کت حکایت کمر وزیر و شم پولازرات تلسم سنگ باران باغ پازر شیر گویا الحاق دیو ریحانه جادو تمام از اول تا آخر به تفصیل گوشتی. عکس سر پادشاه 700 امیر به در رفت. صدای احسنت و آفرین وجه چست بید. گلگله شما بارگاه پیچد. پادشاه گفت پرزن الحق کاری که تو کتا رستم دستان سوام نریمان نکتا. افراسیاب ترک اگر سرچه کبروش دنا بیاری تا میدان توی نیستن.
بعد چای چند جام شراب در بارگاه نوشته پادشاه چه جاگه پای دست امیر ارسلان گپتی و گوشتی پرزند بیشت چه تا جدایی پاروک لکا نیستنو پاده که بهرم آبریم پاروک لکا چوکا چارون امیر ارسلان چه جاگه پاده گوت پادشاه روانه حرم خانه بیتا خواجه یاکوت بانو ملکه خبر داتا ملکه واجه و دمانا چه جاگه پره به استقبال و پتیگ آماده بی بانو و دیگه جنینام اتکن دروازه دیما آماده باش بیتن خواجه سرایان پرده مکر جتن پادشاه و امیر ارسلان داخل بیتن داخل لوگا وجه بیتن حرما بیتن وجه شما شیر دناودی گوش داری او ایمد وجه ماشاءالله ما ورسما 40 دقیقه جتا اینو کی 21 دقیقه 21 سی یک وجه سلامت واتی الله